الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سفری که بنده همراهی خود حضرت داشتیم طول یک ماه انشاءالله که بسیار سفری پرخیر و برکات که در همه جا استقبال گرم و جوشان از جانب برادران اهل اسلام و عزت و در همه جا پند نصایح سوال و جواب سخن خدا قال الله و قال رسول صدا داد. البته که شکر و سپاس میگوییم الله عزوجل. میر سید علی حمدانی شخصیت بزرگ یک خود میگفت که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. الله عزوجلال در اخیر سوره فتح آیه مبارکه فرستاد استعذ بالله محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. الله عزوجلال صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف کرد. بعد از نام پاک مبارک پیامبر الله عزوجلال بیان کرد که والذین معه، آنهایی که همراه پیامبر بودند چگونه خصلت داشتند، چگونه رفتار داشتند، چگونه کردار داشتند. آیا امروزه این معامله و رفتار و کرداری که در ما و شما مسلمان ها هست آیا در صحابه بود؟ خدا جواب این میده که والذین معه اشداء علی الکفار، آنهایی که همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند سختگیر بر بیدین بودند. اشداء علی الاسلام نبودند، اشداء علی المسلم نبودند، بر مسلمان سختگیر نبودند، بر مسلمان بدبین نبودند، بر مسلمان رحم داشتند، شفقت داشتند، دوستی داشتند، مهربانی داشتند، دلسوزی داشتند، محلگرایی نداشتند، ملتچین نبودند. بلال از حبشه بود، سلمان از فارس بود، صهیب از روم بود، همه در اطراف رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودند. امروز هم در اطراف خانه خدا
همه نمودی آدمی و مردم چرخ میزنند. این سبب از چی است؟ علامه لاهور میگفت دل به محبوب حجازی بسته ایم. محبوب حجازی رسول خدا هست صلی الله علیه وسلم. دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین سبب با یکدیگر پیوسته ایم. سینه چون نفس در سینه او پروریم، جان شیرین است و او ما پیکریم. من ندانم مرز بومی او کجاست، این قدر دانم که با ما آشناست. ای صبا ای پیک در افتادگان، اشک ما بر خاک پای او رسان. دامنش از دست دادن مردن است، چون گل از باد خزان افزودن است. از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما. انا همین جمعیت انبوه و محبت فقط چی است؟ محبوب حجازی. این همش یک طفیل اون است. عمر رضی الله تعالی عنه، عمر بن خطاب که رسول خدا در شأن او گفت که لو کان بعد نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر بعد از سری من پیامبر میشد، حالا که بعد پیامبر تا قیامت پیامبر نمیشود، اگر نفر پیامبر میشد عمر بن خطاب بود. وقتی که همراهی غلام که نوبتکی در شتر سوار که رفتن به شام که رسیدن، در نوبتی به شهر رسیدن، علاقه نوبت غلام بود، غلام سوار بود. حضرت بعدا اولیاها اگر همش جمع کنیم به خاک پای یک صحابه برابر نمیشن. اگر تمامی روی دنیا را مسلمانش ایمانش جمع کنیم به ایمان یک زنی صحابه برابر نمیشود. که در زمان رسول اکرم آیه کریمه را بی اشداء علی الکفار، اولین نفری که در دین جان به جانان تسلیم کرد مرتبه شهادت سمیه بود از زنها، که وقتی که بستن دست و پا با بالاش سنگ های تفسانه بار کردن، ابو جهل لعین روبروش اومد گفت لا اقل یک مراتب همین نام هبل بگیر، یک مراتب هبل بگو ما ترا خلاصت بکنیم. میتونست بگوید، اما چیکار کند؟ وقتی که بچه را به بالاش بروش نزدیک شد، در بالای ابو جهل توف انداخت. ایمان ببین، ایمان زن توف انداخت در بالای ابو جهل. با یک قولی که به نیزه زد در بدنش هلاکش کرد. به قول دیگر میگه معرخا که دو شتری مست آوردن در دو پشت بستن، با دو طرف دواندن که حضرت سمیه را دو پاره کردن. برادرای عزیز، ایمانی اونها را امروز اگر ایمانی خود ما به ایمانی اونها برابر میکنیم، اگر گمان میکنیم که ما مسلمان نباشیم، ایمان به چگونه هست؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که پیامبر از دنیا گذشت، همه مشکلات و همه مشکلات به سر حضرت ابوبکر صدیق بود. زیاده از 2 سال دوران خلافتش بود. از یک طرف مانعین زکات برآمدند، از طرف دیگر ملحدین برآمدند. وقتی که دعوت کرد که به مانعین زکات و ملحدین بجنگد، صحابه بینشون مشورت کردن، گپشون دراز افتاد. حضرت ابوبکر صدیق یاری غاری رسول الله از جاش خیز گفت اگر به والله قسم که هیچ نفر همراهی من نرود، من خودم تنها با همون مردم میجنگم. وقتی که گپ گفت، صحابه ها در گریه در آمدن، گفتن که ما همراهی تو هستیم. پس برادرها از که ایمانی اونها چگونه بود و ایمانی امروز مسلمان تو چی درجه هست. اونها اشداء علی الکفار بودن، امروز در تمام دنیا مسلمان با مسلمان جنگ انداختیسن، از دور تماشا دیدیسن، فقط خودشون کم کردیسن. باید که ما و شما در بینمان چی است؟ در دوام آیت خدا گفت رحماء بینهم، در بین یکدیگرشون رحم و شفقت داشتن. رسول خدا میگفت اگر شما یک گرسنه را یک پاره نان قاق اگر بدهین، بهتر است از 100 رکعت نماز شب. اگر حاجت یک برادری مسلمان تون شما برآورده کنین، یک مشکلاتش آسان کنین، بهتر است از 1000 رکعت نماز نفل. از 1000 رکعت نافله و شب زنده داری ده یک مسلمان دست بگیر، یک مسلمان کمک بکن، در یک مسلمان مدد بکن، نه اینکه بر مقابل مسلمان نقشه بکشی. در این سفر در یک شهری بودیم، نام شهرم نمیگیریم،
نام اون مردمی خودمان است نمیگیریم که کجاگی ها با کجاگی ها بودن، بین یکدیگر در بازار بر ارماتور گرفتگی چوب و تخته و یکدیگر زدن کردن که حتی در تلویزیون محله روزها نشان دادن که ببینید چگونه هستن. همین ایمانداری و اسلامداری است برادران. ابوذر غفاری رضی الله عنه صحابه جلیل القدر یک مراتب بلال حبشی را ابن سودا گفت ای بچه سیاه، کسی که مادری تو سیاه است. این روزه در ما گویا که هیچ چیز پینیسی یک کس سیاه گفتن. بر پیامبر خبر رساندن که ابوذر چنین گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که یا ابوذر انک رجل فیک خصلة جاهلیه، تو کسی هستی ابوذر که در تو خصلت جاهلیت مانده است، در تو خصلت جاهلیت مانده است. او برادر مسلمان است، فرق ندارد که حبشی است، روس است، نمیس است، او کدام ملتی که نباشد فرقی ندارد. در کدام کره زمین که هر کجا که یک نفر لا اله الا الله محمد رسول الله میگه او برادری ما و شما هست. این برادری را بندن خدا میگوید که انما المؤمنون اخوه، مؤمن ها به یکدیگر برادر هستند. پس برادرش باید کمک کنه، دستگیری کنه. ابوذر غفاری یک باری ابن سودا گفت، بر پیامبر گفتن بلال حبشی را در بین مردم ایمان ببین تا چی اندازه است. ابوذر غفاری در بین مردم صحابه بود. ای بلال گفت تا اگر در همین گذشتن ابوذر در زمین نشست، اگر همین قدمی خطت در روی من مانده نگذاری من تو را اجازت نمیتونم بگذاشتم، چون که من تو را تحقیق کردم. یا ابن سودا گفت تا اندازه ای که قدم تا در روی من بگذار که بلال حبشی از زمین برداشتش در آغوش گرفت بوسید. ابوذر غفاری که گپی نیست گفت برادر به برادر گاه یگان نافهمی میشود. خدا بخشنده است، من بخشنده نیستم. ببینید برادر تا چگونه بینشان رحما و بینکم، در بینشان رحم شفقت داد. تراهم رکعا سجدا، اونها را در اثر چهره اونها نور ایمان و اسلام دیده میشه. همین مسلمانی که تهجد داشته باشه، تلاوت داشته باشه، روش نگاه میکنی اگر سیاه پوست هم که باشد در روش یک نور وجود دارد. نه اینکه مثلا بعد عرق خور شد و سیگارت کشید و بانگ و گیرین زدن رو روی او را که میبینید دیگر در روش رنگ یک کیمچی موردی هست. رحما و بینکم، صحابات در بینشون چنین بودن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که حدیث راوی حدیث ابو هریره است که عن ابی هریره رضی الله عنه قال سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنه، اکثر اون مردمی که داخل جنت میشوند سبب داخل جنت شدنشون چی هست؟ پیامبر دو عمل بیان کرد، تقوی الله و حسن الخلق، تقوای خدا و اخلاق حسنه. انا همین دو عملی هست که اکثر مردم داخل جنت به همین دو عمل میشوند، تقوی الله و حسن الخلق، ترس خدا، تقوای خدا و اخلاق نیکو. و ایمان و ترس خدا انسان اصلاح میکند. قانون اصلاح کرده نمیتوند، حبسخانه اصلاح کرده نمیتوند، زدن و کلتک و بریدن و کشتن آدم اصلاح کرده نمیتوند، فقط ایمان آدم اصلاح میکند. انسان در جای هست که یک جنایتی میکند هیچ کس نمیبینش، او قانون کور از چشم ندارد او را بیند به قفش، قانون شل از پا ندارد او را رفته به پیش برد، قانون دست ندارد که او جنایت را بقپد. وقتی که در جای تنهایی که به جنایت مرتکب شد، وقتی که قدرت پیدا کرد، ترس خدا که داشته باشد میگیره خدا معن کرده است که عمل من نمیکنم. ببین تقوی الله و حسن الخلق، اخلاق نیکو. برادرای عزیز، هم تقوای خدا همه ما و شما باید داشته باشیم، شرط اول. دوم اخلاق حسنه، اخلاق نیکو که در بین مردم بیگانه چنان اخلاق داشته باشیم که بیگانه هوس بخورد از مسلمان. حال گپ زد که جامعه داشته، جامعهش رنگی مثلا چی بود دیگر، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه احسنوا لباسکم، لباس ها نیکو کنین.
و اصلحوا رحالکم، سواره هاتون پاک و تازه و تمیز کنین، حتی تکونوا کانکم شامة للناس، حتی که پیامبر میگه شما ای مسلمان ها در بین مردم جهان نمونه باشین، نمونه باشین که بیگانه ببیند شما را عبرت بگیرد. مسلمان همین طریق باید باشد، نمونه باشین از همه مردم پاک، در پاکی، در تازگی، در سر و لباس، در همه عملهای خوب. دویم با رسول خدا را ابو هریره میگه پرسیدن و سئل عن اکثر ما یدخله الناس نار، اکثر مردم که داخل دوزخ میشوند به چی سبب؟ پیامبرم دو علامت اشارت کرد، الفم و فرج. فم و فرج، احفظ ما بین لحییک و ما بین رجلیک، بین یعنی که دو لب تا نگه بدار، بین ریش بروت تا نگه بدار و بین دو پوتا. اکثر مردمی که داخل دوزخ میشوند پیامبر میگن به همین دو سبب که نه زبان کنترل کرده میتوند، نه بین دو پوشه کنترل کرده میتوند. زبان نمیتونه کنترل کرده که غیبت میکند، بهتان میکند، سخنچینی میکند، خبرکشی میکند، دروغ میگوید، سخن کفر میگوید. به سبب همین زبان دوزخ میرود. به سبب همین زبان گاه زنش طلاق میکند، خانهش خراب میشود. به سبب همین زبان باز گاه ها یک مراتب اگر لا اله الا الله محمد رسول الله کفری 100 ساله را خدا میبخشد. اگر 100 ساله کافی یک بار کلمه طیبه و شهادت بگه، کفری 100 ساله شو خدا میبخشد. همه به سبب زبان است. و بین دو پا هم رسول اکرم گفت که اکثری آنهایی که داخل دوزخ میشن به سبب همین است. که امروزه بسیار بسیار اشدترین تهدید باید شما آگاه باشین که چقدر کسالات پیدا شدگی است. نفری بود رفت در تاجیکستان، چند قدر ایستاد، از دنیا گذشت، مرد، گورو چوش کردن، 10 روز پس یا 20 روز پس زنش هم گذشت. بعدی که خسرش خشتومنش که میپرسن چی گفت، میگفت از دیگر جا آمده کسل سپید آورد، هم خودش مرد بدبخت، هم زنش مرد. این چی است؟ خداوند دانسته من کرد که ولا تقربوا الزنا، به زنا قریب نشوید. خدا در قرآن نگو که زنا نکنه، نگو زنا نکنه، نگو که به زنا قریب نشوید. قریب شدنش انا همون دست دادن و گپ دادن و چشم پراندن و بر نشستن و آیسته 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 یک روز یکی مرتکب گناه می شود، بعد از آن دیگر چیکار میکنند؟ در نزد خدا و رسول چیش رو سیاه می شود. باید که این چی است؟ این حدیث پیامبرم به همون خاطر است. تقوای خدا و اخلاق خوب اکثر بهش می رود و به سبب دهان فرج اکثر دوزخ می رود. تو چون امت شدی پیرو به آن نور، حضرت مولای میگه نسازی سجده بهری توشه گور، نه شوقی ذوقی توفی کعبت الله، نه اندر جستجوی وصل الله، نه اورادی شب و نه طاعتی روز، نه آبی دیده و نه در جگر سوز. گذشت عمرت به فکر خواب خوردن، نمی آری به خاطر روزی مردن. بکن ای آدمی زین زندگی شرم، به جان دایم نماند این تنی گرم. بکن کاری که باشد بی ندامت، برو راهی که باز آیی سلامت. و برادرای عزیز، البته که دعای مسافر مستجاب می شود. مسافر اگر پاک با نماز و تقوا باشد، در غریبی گذشته شود شهید می شود. من مات غریبا مات شهیدا، به شرطی که مسلمانی واقعی باشد. دعاها مستجاب می شود. مرتکب گناه نشوید و در حق وطن منم دایم دعاگو باشین که خداوند مردم شریف تاجیکستان خداوند در حفظش نگه می دارد و سرزمین ما را هم خداوند تینج امان نگه می دارد، خیر و برکت نازل بگرداند و الله ذوالجلال باز همه ما و شما را توفیق هدایت و سربلندی دنیا و آخرت نصیب کند. یا السلام علیکم
صحابه ها در وقتش از زمین اسلام برآمده رفته مهاجر شده، زنهای دیدین پویله شده، یعنی زن گرفتن و اینها را در اسلام به ایمان دعوت میکردن و حالا اسلام دعوت کردن. بعد خب برادرای عزیز، اون دعوتی که صحابه میکرد، او یکی صحابه میرفت هجرت میکرد، ما خودمان با صحابه برابر کرده نمیتونیم. مفتی اعظم پاکستان آمده بود چند سالها پیش، خیتوی رفتن در شهر خیتو، یک صحابه دفن شدگی بود است، در اونجا یک قسمت مردمش مسلمان بوده است. این اویغوران ارومچی خیتویی مسلمان نزد همون قبر میگه صحابه رفته، مفتی کلان از همراه چند نفر میگه بزانو زدیم گریه کردیم، گفتیم که ای صحابه، همون مردهایی که خدا در قرآن بیان میکند که مرد میگفت همون مردا شما هستید که 6000 کیلومتر در زمانی که نه پویز نه سمالیات نه یگان ماشین خیتای دعوت رفتن، همون مردهایی که خدا میگه در قرآن شما هم مردا هستید ما نامردا هستیم، میگه گفته گریه کردن. پس اینهایی که صحابه ها را میگه بله، از 120,000 صحابی پیامبر همگی بعد از سری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 16,000 صحابه ما همه در اطراف دنیا برآمدن برای دعوت. بله زن گرفتن، از همین مردم ما و شما هم آسیای میانه هم گرفتن، از دیگر جاها گرفتن، لیکن زن گرفتن، اسلام دعوت کردن، مسلمان کردن. از همون مردم علما و فضلا و شهدا شخصان برآمد که عرب انگشت میگذد از دینداری غیر عرب. بخاری را ببین، مسلم را ببین، اونهایی که خدمت کردگی هستند در جهان نام اینها است. لیکن اگر شما همون قدرت داشته باشین درست، لیکن بعضی جا در سفر شنیدیم که تو اون جایی که نفری هست که دیگرها گفتن که فلانی هم خیلی زن گرفته است، زنش برهنه میگرده، تا یوبکه میگرده، همش در تابستون بود تا یک میکه میکنه، همش نمایان از سری برهنه است، نماز ندارد. اینم آیسته آیسته مسجد رفتن هم منشد است، مثل همون شده رفته است، او دیوس میشود. پیامبر چی میگه؟ الدیوس لا یدخل الجنه ولو کان معه صلاه و صوم. دیوس داخل جنت نمیشه و اگر چنده که 5 وقت نماز و روزش بگیره داخل جنت نمیشه. گفتن که مد دیوس کی است؟ گفت الدیوس لا یغار علی اهلی. دیوس کسی است که غیرت بر اهلش ندارد، غیرت ندارد که او را سر لباس بشونه، غیرت ندارد که او را مسلمان کند. الحال بیان کردن و گفتن در این باب خیلی سخنها که باز اگر چنده که نکاح کافری کتابی جایز است اما مصلحت نیست. همین مصلحت نبودن به خدا قسم به خاطر دوستی هست که شما خارزار نشین در وطن من. نفری را باز قصه کردن که حال تو چی است غیزان گفته ها در اول خوب از یک دو موسیم و چند ماه بعد آیسا دیگه نه لباسش بشوه نه پرواش داره، بعد از کار میاد خواب میکنه، بعد سحر چی میشه؟ سحر اوزان در خواب است، بعد میره دو تخمه کبریون میکنه میخره خودش او خواب است، تو تخمه کبریون میکنه میخره در اونجا و بعد در برآمدنش میگه فراموش نکن مصرم بر پرت بود. این بلا بر سری خود گرفتن است، بلا بر سری خود گرفتن است، برای مصلحت نیست در میبود. اگر قدرت داری که مسلمان و قرآن خون و به ایمانش کنی مرحمت خدا قوت و غیرت هم بتا، لیکن اگر که نتوانستی پس از این بلا خطانه دور کنی. الله عزوجلال اصلا در بابی کفر گفتن برادرای عزیز، اگر یک مسئله برایت که مفتی را سوال بکنن که 99 پهلوی همون مسئله دلالت بر کفر میکنه، یک تش بر اسلام باید که برای یک تفرق مسلمان. اسلام این خط با ملت تقسیم نمیشود. گفتیم هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگه با ما آمنت بالله قرآن و کتاب و روز قیامت به ابی و ایمان داره، مسلمان فرق نداره که کی است.
روس است، نمیس است، انگلیس است، فرق ندارد و یک نفر هم نادانسته کافر گفتن منع است. پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث مشکات هم است وقتی که گفت کسی که یک مراتب لا اله الا الله محمد رسول الله با ایمان از دنیا می رود او در دوزخ ابدی نمیماند. در دوزخ ابدی نمیماند. صحابه میگه پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که و این زن و این سرقه ای پیامبر او همون کلمه را بگه از دنیا برا و بهش می رود اگر زنا هم کرده باشد دزدی هم کرده باشد پیامبر گفت که و این زن و این سرقه زنا هم کرده باشد دزدی هم کرده باشد. بعد دیگه مرتقب نکرد. صحابه گفت و این زن و این سرقه و خود زنا هم کرده باشه دزدی هم کرده باشه جهنم می رود. بعد دیگه مراد پیامبر گفت و این زن و این سرقه با تو قبل نکرد. با سه گفت و این زن و این سرقه. بعد پیامبر گفت که خدا بنیت خاکولو کنه و این زن و این سرقه. مقصد در نادانی نافهمی جاهلیش زنا کرد یا دزدی کرد یا عرق خورد وقتی که رو به الله آورد الله بخشنده مهربان است با شرطی که دویم بار او گناه نکنه. هر روز گناه بکنه و توبه کنه گناه کنه توبه کنه این گویا که به خدا مسخره بازی میکنه و یک بار مرتکب گناه میشه و احوالش بد میشه. لیکن کافر گفتن هیچ کس ممکن نیست. بله حضرت عیسی زنده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در شب معراج دید است سلام کرده است زیارت کرده است. پیامبر پیشواز گرفت هست ولی زنده است. ان شاء الله در اخیر میآید همراه مهدی رضی الله عنه دجال نیست میکنه باز زندگی میکنه از امت همین پیامبر صلی الله علیه و سلم امام میشه.